با سلام، ادامه مباحث آموزشی کتیا رو شروع میکنیم. توی این جلسه میخوایم قیدگذاری ها رو توضیح بدیم خدمتتون. قیدگذاری ها شامل دو بخش میشن: قیدگذاری های ابعادی و قیدگذاری های هندسی. اصولا قیدگذاری ها مهمترین مبحث توی هر نرم افزار مدل سازی هستن. برای شروع کار یه دونه اسکچ جدید باز میکنیم، اوکی میکنیم، روی یکی از صفحات کلیک میکنیم، وارد محیط اسکچر میشیم. برای اینکه بتونیم یه قیدهایی رو بذاریم و قیدها رو دونه دونه توضیح بدیم خدمتتون، یه چند تا گزینه رو من خاموش میکنم. اولیش گزینه Geometrical Constraint توی نوار ابزار تولز هست و Dimensional Constraint. این دوتا گزینه کارشون چیه؟ اگر گزینه Geometrical Constraint که توی نوار ابزار تولز یا اسکچ تولز هست روشن باشه، موقعی که شما دارین ترسیماتتون رو انجام میدین به صورت اتوماتیک با کلیک های شما قیدهای هندسی میذاره روی شکلتون. یعنی بسته به موقعیت کلیک های شما یه سری قید هندسی میتونه روی شکلتون بذاره. و گزینه Dimensional Constraint کارش اینه که با توجه به ابعادی که شما توی نوار ابزار تولز با اجرای دستورا اینجا میتونستین وارد کنین و اینتر کنین، اگر اینجا مقداردهی کرده باشین، اینتر کرده باشین، این گزینه هم روشن باشه، اون اندازه رو روی شکلتون میذاره. و گزینه Automatic Dimensional Constraint این قابلیت رو داره با ترسیم شما خود اندازه ها رو میذاره رو شکل. یعنی حتی اگه شما اون بالا عدد هم وارد نکرده باشین، اندازه اون خط، مستطیل و دایره رو روی شکلتون قرار میده. من الان همه رو خاموش میکنم که موقعی که دارم شکل ترسیم میکنم هیچ قیدی روی شکل من نذاره. یه چند تا خط، کمان و حالا دایره میکشم که بتونم قیدها رو بذارم. اولین دستوری که برای قیدگذاری هندسی میتونیم ازش استفاده کنیم و مهمترین دستورش هست دستور کانسترینت هست. توی نوار ابزار کانسترینت هم هست. این دستور هم برای قیدگذاری ابعادی میتونه استفاده بشه، هم برای قیدگذاری هندسی میتونه استفاده بشه. جامع‌ترین دستور این بخشه. روش دوبار کلیک میکنم که دیگه نیاز نباشه دفعات بعد اجراش کنم. اولین قیدی که نیاز داریم قید هوریزونتال هست. هوریزونتال برای افقی کردن یک خط استفاده میشه. اگر نیاز باشه شما یک خط رو افقی کنین، میتونیم اون رو هوریزونتال کنیم. دستور رو که اجرا کردیم روی خط کلیک چپ میکنیم، میبینین به این حالت میشه. یعنی اول اندازه شکل رو به ما نشون میده، بعد کلیک راست میکنیم، یه سری گزینه ها رو اینجا میبینیم. اگه دقت کرده باشین دو تا بخش داریم، یعنی اینجا خط با خط یه سری دستورها رو از همدیگه جدا کرده. یه بخش هست horizontal measure direction و vertical measure direction، یه بخش هست horizontal vertical. ما قیدی که باهاش کار داریم الان horizontal هست که horizontal خالی نوشته شده. اینو انتخاب میکنیم با کلیک چپ. خطمون افقی میشه، علامت H هم بالاش میذاره. علامت افقی بودن یا هوریزونتال بودن حرف H هست که روی خطمون قرار میگیره. یک بار دیگه این کار رو من انجام میدم. دستور اجرا شده، کلیک چپ، کلیک راست، هوریزونتال. دقت کنین بقیه شکل شروع میکنه جابجا شدن. اگر شکلتون آزاد باشه، برای اینکه این خط رو بتونه به حالت افقی تبدیل کنه بقیه رو یه خورده جابجا میکنه. و اگر اونها مقید باشن و ثابت باشن این اتفاق نمیفته، فقط این خطی که داریم بهش قید میدیم جابجا میشه. پس یک بار دیگه اجرای دستور، انتخاب، کلیک راست، هوریزونتال. قید دومی که نیاز داریم قید ورتیکال هست. ورتیکال برای عمودی کردن یک خط استفاده میشه. خطمون رو انتخاب میکنیم، کلیک راست میکنیم، ورتیکال. دستورمون اجرا شده هست. انتخاب خط، کلیک راست، ورتیکال. خطمون به حالت عمودی تبدیل میشه. یا میتونیم این رو بگیم انتخاب خط، کلیک راست، ورتیکال. انتخاب خط، کلیک راست، ورتیکال.
انتخاب خط، کلیک راست، هوریزونتال، انتخاب خط، کلیک راست، هوریزونتال. به این ترتیب خیلی راحت خطوطمون رو به صورت افقی و عمودی تبدیل میکنیم. خب من از دستور خارج میشم، یه مقدار برمیگردم عقب، یه چند مرحله که شکلم یه خورده آزاد بشه، یه دونه قید میذارم رو شکل بمونه. دوباره دستور کانسترینت رو دابل کلیک میکنم. قید بعدی که نیاز داریم استفاده کنیم پارالیلیسم هست. پارالیلیسم برای موازی کردن دو خط نسبت به هم استفاده میشه. مثلا میتونیم بگیم این خط با این خط، کلیک راست، پارالیلیسم. برای پارالیلیسم یه موقعیت مکانی باید قرار بدیم. یه کلیک هم اینجا میکنیم. اگر دقت کرده باشین، اگر دو شکل جفتشون هیچ قیدی نداشته باشن، آزاد باشن، شکل دوم موازی شکل اول خواهد شد. یه بار دیگه میگم، اگر دو شکل آزاد باشن و هیچ قیدی نداشته باشن، شکل دوم به قید اول تبدیل میشه یا موازی میشه. ولی اگر یکی از این دو شکل مقید باشن، اون شکلی که آزاد هست جابجا میشه. یه بار دیگه مثلا میگم این خط با این خط، اینو اول انتخاب کردم، این خط رو دوم انتخاب میکنم، کلیک راست، پارالیلیسم. من اگر کلیک کنم این هیچ موقع نمیتونه خط دوم رو موازی اولی بکنه، به خاطر اینکه این قید هوریزونتال داره روش. میزنیم پارالیلیسم، علامت پارالیل رو قرار میدیم. این علامت مساوی علامت پارالیل بودن. قید بعدی که نیاز داریم قید پرپندیکولار هست. پرپندیکولار برای عمود کردن دو خط نسبت به هم استفاده میشه. برای اجرا میگیم خط اول، خط دوم، کلیک راست، پرپندیکولار. خط اول، خط دوم، کلیک راست. باز هم من اگر اینو کلیک کنم خط دوم جابجا نمیشه، چون اون مقید موازی هوریزونتال هست، پس این هم یه حالت هوریزونتالی داره، مجبور خط اول هم رو جابجا کنه. پرپندیکولار. علامت پرپندیکولار یا عمود بودن هم این مربع گوشه خطوط عمود هستش. قید بعدی که نیاز داریم کوینسیدنس هست. من چند مرحله برمیگردم عقب. خب دوباره دستور رو اجرا میکنم. کوینسیدنس برای روی هم انداختن دو تا خط با نقطه، دو تا دایره با هم، نقطه با نقطه، همراستا کردن دو تا خط با هم دیگه، نقطه روی دایره یا کمان استفاده میشه. اصولا دو تا چیز رو روی هم دیگه میندازم. اولین کاری که انجام میدیم میگیم مثلا این نقطه با این نقطه، کلیک راست، کوینسیدنس. دستور اجرا شده هستا. یا این نقطه با این نقطه، کلیک راست، کوینسیدنس. دو تا نقطه روی هم دیگه قرار میگیرن. من یه خورده برمیگردم عقب، دوباره اجرا میکنم. میگم این نقطه با این خط، کلیک راست، کوینسیدنس. نقطه و خط روی هم میافتن. یا مثلا این نقطه با این نقطه مبدأ مختصات، کلیک راست، کوینسیدنس. این دایره با این دایره، کلیک راست، کوینسیدنس. روی هم میافتن. یا این خط با این خط، کلیک راست، کوینسیدنس. همراستا میشن. یا مثلا این خط با این خط، کلیک راست، کوینسیدنس. روی هم میافتن. اینو برد بالا، روی این یکی انداخت. به این ترتیب خطوط، نقاط یا دایره ها روی هم دیگه میافتن. یا مثلا میتونم بگم این نقطه با این دایره، کلیک راست، کوینسیدنس. دقیقاً میفته روی دایره. یه چند مرحله برمیگردم عقب. خب قید بعدی که نیاز داریم مید پوینت هست. مید پوینت برای انداختن یک نقطه وسط یک خط استفاده میشه. مثلا میتونم بگم، حالا من اینو دابل کلیک میکنم، انتخاب نقطه، انتخاب خط، کلیک راست، مید پوینت. این نقطه رو دقیقاً وسط این خط میندازه. نگاه کنین این فاصله با این فاصله یکی. یا این نقطه، این خط، کلیک راست، مید پوینت. دقیقاً وسطش افتاد. علامتش رو هم میتونین ببینین به چه حالت هست. فراموش کردم بگم علامت قید
کوینسیدنس یه او هست، یه او تو خالی. چند مرحله برمیگردم عقب. قید بعدی که نیاز داریم کانسنتریسیتی یا هم مرکزی هست. اگه نیاز باشه دو تا دایره یا کمان رو نسبت به همدیگه هم مرکز بکنیم از قید کانسنتریسیتی استفاده میکنیم. انتخاب دایره اول، انتخاب دایره دوم، کلیک راست، کانسنتریسیتی. علامتی که داره یه او هست که توش یه دایره توپر داره. یه بار دیگه دایره اول، دایره دوم، کلیک راست، کانسنتریسیتی. یا کنین همه رو هم مرکز کرده. این قابلیت هم وجود داره که یه دایره رو با یه نقطه هم مرکز کنین. مثلا این دایره با این نقطه، کلیک راست، کانسنتریسیتی. دقیقا اون نقطه رو آورد مرکز این دایره قرار داد. علامتش هم که گفتیم یه اوه که توش یه دایره توپر داره. یه چند مرحله برمیگردیم عقب. خب قید بعدی که نیاز داریم تانجنسی هست یا مماس بودن. مماس بودن بین دو تا دایره یا کمان میتونه اتفاق بیفته یا بین یک خط با یک دایره و کمان. مثلا من اگر یک کمان اینجا ترسیم کنم میتونم اینها رو به هم دیگه مماس کنم. دستورم رو اجرا میکنم. به عنوان مثال میگم این دایره با این دایره، کلیک راست، تانجنسی. علامتی که به ما میده دو تا خط کوچیک موازی هم هست. یا میتونم بگم این دایره با این دایره، کلیک راست، تانجنسی. این دایره با خط عضو میخوام. یا میتونم بگم این کمان با این خط. ولی این دوتا چون به هم وصل نیستند خب خوب نمیتونیم متوجهش بشیم. برای همین من میگم نقطه نوکین، نقطه نوکین، کلیک راست، کوینسیدنس. اول به هم دیگه وصلشون کردم. بعد میگم این دایره، این خط عضو میخوام، این کمان، این خط، کلیک راست، تانجنسی که حالت مماس میشه. مماس یعنی چی؟ یعنی جایی که تیزی وجود نداشته باشه. اگر دقت کنین مثلا این دوتا خط اینجا وصل شدن به هم دیگه یه تیزی وجود داره. ولی اینجا موقعی که خط به کمان داره تبدیل میشه هیچ نوع تیزی وجود نداره. تماس پیدا کردن با هم. به خاطر همین هم بهشون میگیم مماس شدن. خب قید بعدی که نیاز داریم قید سیمتری یا تقارن هست. من یه چند مرحله برمیگردم عقب. تقارن نسبت به یک خط یا محور میتونه اتفاق بیفته. یعنی من میتونم بگم نسبت به این خط تقارن اتفاق بیفته یا نسبت به این محور وی یا محور اچ یه تقارنی اتفاق بیفته. به عنوان مثال من دو تا دایره میکشم اینجا و از دستور خارج میشم. اینجا شکل من میکشم میارم این ور، یه چند تا خط هم اینجا بکشیم، این برش هم اوکی. خب من میتونم یه خط کمکی به عنوان خط تقارن داشته باشم این وسط. میتونم هم هیچی نکشم نسبت به وی حالت تقارنیم رو اجرا کنم. برای همین منظور دستورم رو دابل کلیک میکنم، یعنی کانسترینتم رو دابل کلیک میکنم. میگم دایره اول، دایره دوم، کلیک راست، لو سیمتری لاین، انتخاب خط تقارن. این دوتا نسبت به هم دیگه متقارن شدن. اگر دوتا دایره رو با هم متقارن کنین هم قطرشون تقارن پیدا میکنه هم موقعیتشون. میگم خط اول، خط دوم، کلیک راست، لو سیمتری لاین نسبت به محور وی. اگر دوتا خط رو نسبت به یه محور یا خط دیگه متقارن کنین راستاشون با هم متقارن میشن. ابتدا و انتهاشون با هم متقارن نمیشه، فقط راستاشون رو متقارن میکنه. اگه نیاز داشته باشین طولشون متقارن شه یا ابتدا و انتهاشون متقارن شه نیاز دارید که نقاط ابتداییشون رو نسبت به هم دیگه متقارن کنین. یعنی انتخاب نقطه اول، انتخاب نقطه دوم، کلیک راست، لو سیمتری لاین، انتخاب محور.
یا بگیم این خط کلیک راست لو سیمتری لاین، خط تقارن. این نکته هم داشته باشین که اگر این دوتا خط رو متقارن کنیم، این دوتا خط هم متقارن کنیم، دیگه نیاز نیست نقاط وسط رو متقارن کنیم، به خاطر اینکه دو کلهشون یا دو سرشون تقارن پیدا کرده، این خود به خود نقاط وسطی رو تقارن بهشون میده. این دوتا نقطه هم رو هم نیفتادن، من این دوتا رو کوینسیدنس میکنم. الان نگاه کنید این دوتا نسبت به هم تقارن ندارن، این نقطه با این نقطه این بالاتر از اینه، ولی وقتی میگم این خط کلیک راست لو سیمتری لاین، خط تقارن یا محور تقارن، دیگه این نقاط فاصله‌شو با این خط چی میبینین؟ با این قشنگ هم اندازه میشه. خب این هم از قید تقارن که علامتی هم که داره یه دایره‌ای هست که وسطش یه خط رد شده. قید بعدی که نیاز داریم قید فیکس هستش. شما خیلی راحت میتونی یه خط رو انتخاب کنی، کلیک راست فیکس، ثابت میکنه شکل رو. البته این قید رو نمیذاره به خاطر اینکه اینا روشن نیستن. انتخاب کلیک راست فیکس. اگر اینا رو بذاریم انتخاب کلیک راست فیکس، البته این یه جایی نیاز داره که کلیکش کنیم. کلیک راست فیکس، علامتش رو هم باید یه جایی کلیک کنیم. این هم از قید فیکس. شما اجازه ندارین از قید فیکس استفاده کنین، چون موقعی که یه شکل رو فیکس میکنیم هم نه طولی بهش دادیم نه موقعیتش رو تعیین کردیم. این نسبت به مبدأ مختصات هم موقعیتش معلوم نیست کجاست، نسبت به باقی شکل هم معلوم نیست کجاست، پس امکان درست بودنش خیلی 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 کمه. برای همین به هیچ عنوان از قید فیکس ما استفاده نمی کنیم. سعی میکنیم تو شکل کشیدن که حالا جلسات بعد نحوه کشیدن شکل و قید گذاری رو خدمتتون میگیم توضیح بدیم که ما سعی میکنیم شکل هامون رو نسبت به مبدأ مختصات موقعیتاشون رو تعیین کنیم به جای اینکه بیایم فیکسشون کنیم. اینم از قید فیکس. توی نسخه های بالای کتیا، یعنی تقریبا نسخه های آخرش، یه قید دیگه ای وجود داره به نام قید اکوال. اکوال کارش برابر کردن دوتا المانه. مثلا میگم دایره اول دایره دوم کلیک راست اکوال، علامت مساوی میذاره، در اصل این دوتا رو هم شعاع یا هم قطر میکنه. یا اینکه میگی این خط با این خط کلیک راست اکوال، طول این دوتا خط رو با هم برابر میکنه. تو نسخه های پایین این قید وجود نداره و تو نسخه های بالا اضافه شده که علامت مساوی هم برای هم طول یا هم قطر بودن اشکال استفاده میشه. قید هندسی آخری که داریم اکویدیستنس پوینت. اکویدیستنس پوینت کارش اینه که دو تا نقطه رو نسبت به نقطه سوم فاصلش رو برابر میکنه، متقارن نمیکنه. فاصله دو نقطه رو نسبت به نقطه سوم هم اندازه یا برابر میکنه. برای اجرای این دستور نمیتونیم از دستور constraint استفاده کنیم، باید از دستور constraint defining dialog box استفاده کنیم. برای همین منظور من اینو قطع میکنم، یه چند مرحله برمیگردیم عقب. خب دیگه اینجا به عقب‌تر نمیره. این دستور constraint defining dialog box. حالا روش کارش چجوریه؟ برای اینکه این دستور قابل اجرا بشه، الان این خاکستریه، یعنی غیر فعاله. برای اینکه قابل اجرا بشه باید چه کارش کنیم؟ باید یه چیزی رو انتخاب کنیم. مثلا من حالا نمیخوام دستور اکویدیستنس پوینت رو اجرا کنم، یه خط رو انتخاب میکنم، این فعال میشه، میزنم روش، یه پنجره باز میشه. تمام قیدایی که وجود دارن توی کتیا اینجا هست. شما برای اینکه بتونی این قید رو اعمال کنی باید گزینه جیومتریکال کانسترینت هم روشن باشه، وگرنه با این دستور نمیتونی کار کنی، یعنی بزنی یه چیزی برات نمیذاره. من این خطی که انتخاب کردم و میتونم هوریزونتال کنم به راحتی، یا اینکه ورتیکال کنم، حالا چرخید، یا اینکه فیکسش کنم. همه این کارا قابل اجرا هست. یا اگر بیام یه دونه دایره رو بگیرم میتونم شعاع یا قطر بذارم یا فیکسش کنم. یا اگر دو تا دایره رو بگیرم، حالا چه جوری چند تا المان رو بگیریم، چند تا شکل رو بگیریم. دکمه کنترل یا CTRL که نوشته کنترل روی کیبورد رو نگه می‌دارید، شکلاتون رو با هم انتخاب میکنید. مثلا دو تا دایره یا کمان یا خط یا هر چیزی، قیدهایی که میتونه بین این دو تا شکل
گذاشته بشه رو برای ما نشون میده. مثلا میتونه تانجنسی بشه، کانسنتریسیتی بشه، کوینسیدنس بشه. شما یا قطب بذاره، فاصله شون رو بذاره، فیکسشون کنه یا ثابتشون کنه. مثلا به عنوان مثال کانسنتریسیتی این دوتا رو هم مرکز میکنه، قیدش رو هم برامون میذاره. این اصلا نحوه اجرا کردن دستور یا قیدگذاری با دستور constraint defined in dialog box هستش. خب حالا چی کار میکنیم؟ نقطه اول کنترل نگه میدارم، دوم و سوم فاصله این دو نقطه رو نسبت به نقطه سوم میخوایم برابر کنیم. میگیم constraint defined in dialog box equidistance point. اوکی. قیدش یا آیکونش شبیه به دستور مید پوینت هست، ولی وقتی من این نقطه رو بگیرم جابجا کنم میبینید فاصله اینجا تا اینجا با اینجا تا اینجا یکیه. فاصله اینجا با فاصله اینجا. قیدهای هندسیمون همین ها هستند دیگه. با استفاده از اینا باید شکلمون رو به صورت کامل مقید کنیم. تمام قوانین هندسی که روی شکلمون نیاز هست رو باید بذاریم که شکلمون نتونه به سادگی حرکت کنه و آزاد باشه و به سادگی بتونه اون فرمت و فرم هندسی کار رو داشته باشه. چون اگر قیدهای هندسیتون کم باشه به همون تعداد یا به همون میزان نیاز دارین شما ابعاد روی شکل بذارین و کنترل کردن شکل با ابعاد هم سخت هست هم غیر اصولی است. وقتی شکل رو به صورت هندسی مقید میکنین شکل خیلی خوب فرم میگیره و با اندازه دادن تغییر حالت نمیده، تغییر اندازه میده و تغییر حالت نمیده که به هم بریزه و کار ما رو خراب کنه. تا این بخش خسته نباشین. توی جلسه بعدی قیدگذاری های ابعادی رو خدمتتون میگم.